سلام، من یگانم و این اولین قسمت از صفحه است. توی صفحه به جای اینکه راجع به کتابا حرف بزنیم داریم درباره قصه خودمون در ارتباط اون کتاب حرف میزنیم. برای همین من امروز میخوام قصه‌مو درباره کتاب مجموعه ماجراهای بچه‌های بدشانس براتون تعریف کنم. اگر شما هم شبیه من طرفدار کتابای یکم فانتزی باشین، احتمالاً یا از لمونی اسنیکت چیزی خوندین و یا اسمش به گوشتون خورده. امروز میخوام درباره کتابی حرف بزنم که نویسندش لمونی اسنیکته و برای من یکی از محبوب ترین کتاباییه که تا حالا خوندم. مجموعه ماجراهای بچه‌های بدشانس یه مجموعه داستانی 13 قسمتیه که به نظر من تا قسمت 13 همینجوری میکشونتتون. خاطره من از این کتاب خاطره چطور کتاب خوان شدن منه. این کتاب برای من یه کتاب معمولی نیست. کتابیه که باعث شد من شروع بکنم به کتاب خوندن و اصلا مشتاق بشم برای بیشتر و بیشتر و بیشتر خواندن. و کتاب خیلی خاصیه برای من در واقع. ماجرا اینه که من وقتی 11 یا 12 سالم بود، ما یه روز رفتیم خونه مادر بزرگم که خونش نزدیک محلی بود که نمایشگاه کتاب اونجا برگزار میشد. من از یه هفته قبل مادرم گفته بودم که حتما میخوام این سری نمایشگاه کتابو برم. و مادرم با اینکه اون روز خیلی خسته بود منو برد. همین که وارد نمایشگاه شدیم، قشنگ یادمه که سمت چپ ما در بدو ورود غرفه نشر ماهی بود و خانوم بسیار جوان فروشنده که اونجا بود و مادرم گفت من یه مجموعه داستان دارم که به بازه سنی دختر شما میخوره. مادرم خیلی مردد بود چون نمیدونست که کتاب به درد سنم میخوره، اصلا بگیره نگیره. مردد بود کاملا، نمیدونست باید چی کار بکنه. اما خانم فروشنده و اصرارهای من باعث شد که ما جلد 1 و 2 مجموعه ماجراهای بچه‌های بدشانس رو بگیریم. اون روز تنها خرید من از نمایشگاه کتاب همین 2 جلد کتاب بود. و وقتی که برگشتیم خونه من شروع کردم به خوندن. و وقتی که رسیدیم کرج و به خونمون من تمام اون 2 جلد کتاب رو تموم کرده بودم. مادرم هم مجبور شد هفته بعد بره 2 جلد دیگر رو بگیره. هر آخر هفته من 2 جلد جدید از کتاب داشتم که باید میخوندمشون. هیچ وقت یادم نمیره. یه بار ساعت 9 شب تابستون شروع کردم به خوندن یکی از جلدهای کتاب و وقتی که سرم بلند کردم 7 صبح بود و آفتاب در اومده بود و خیلی صحنه عجیبی بود. مادرم داشت میرفت سر کار، در اتاق منو باز کرد و گفت تو هنوز بیداری؟ گفتم آره، ولی همین الان کتابو تموم کردم. و از پنجره اتاقم به بیرون نگاه میکردم که خورشید طلوع کرده بود تقریبا و آسمون یه حالت گرگومیشی داشت و من با یه لبخندی اون رو موقع صبح خوابیدم که کتابو تموم کرده بودم. و این که از قشنگترین خاطرات من درباره کتابخوانیه و خیلی خوب یادمه که وقتی کتاب 13 رو خوندم و تموم شد مجموعه، احساس میکردم که قراره خیلی دلتنگ این شخصیت ها و این کتاب بشم و واقعا هم همینطور شد. خیلی دلتنگ کتاب و شخصیت هاش شدم. یه بچه مشترکی هم بین خودم و ویولت پیدا کرده بودم که هنوزم باهامه و خیلی برام جالبه و همه جا تعریفش میکنم. اونم اینه که ویولت بودلر وقتی که میخواست یه چیزی اختراع کنه موهاشو میبست و من وقتی که میخوام یه کاری بکنم که خیلی جدیه یا وقتی میخوام یه چیزی بنویسم یا کاری میخوام انجام بدم که نیاز به تمرکز داره، اولین کاری که میکنم اینه که موهامو میبندم. و این یکی از چیزهایی بود که همیشه باعث میشد من با ویولت احساس همزاد پنداری بکنم و خیلی حس عجیبی بهم میداد. و همیشه هم دلم میخواست یه برادری مثل کلاوس داشته باشم که خب نداشتم. اما یکی از جالب‌ترین بخشای این کتاب برای من اون بخشیه که آخر هر کتاب لمونی اسنیکت یه نامه رو برای تصویرگر یا ویراستارش نوشته. یادمه که وقتی بچه بودم دلم می‌خواست زودتر کتاب تموم بشه و ببینم لمونی اسنیکت چه نامه‌ای برای اونا نوشته. اما لمونی اسنیکت پشت جلد هر کتاب برای خواننده هم یه نامه داره که من اون نامه رو الان براتون میخونم. خواننده عزیز، متاسفم که باید بگویم کتابی که در دست دارید بیش از حد ناخوشایند است. این کتاب سرگذشت غم‌انگیز 3 بچه بسیار بدشانس است که گرچه بچه‌های زیبا و باهوش هستند، اما زندگیشان پر از رنج و بدبختی است.
از همان اولین صفحه کتاب که بچه‌ها کنار دریا هستند و خبری بد به آنها میرسد، بلا و مصیبت در هر گوشه‌ای در کمین آنهاست. شاید بشود گفت که آنها آهنربای بدشانسی‌ها هستند. در همین یک کتاب کوتاه، این 3 بچه با یک تبهکار حریص و نفرت انگیز، لباس‌های خارش‌آور، آتش‌سوزی مصیبت‌بار، نمایشی برای دزدیدن ثروتشان و فرنی سرد برای صبحانه روبرو هستند. این وظیفه ناراحت کننده به عهده من است که این داستان ناخوشایند را بنویسم. اما شما اگر ترجیح می‌دهید داستانی شاد بخوانید، کسی نمی‌تواند جلویتان را بگیرد. می‌توانید همین الان این کتاب را سر جایش بگذارید و کتابی دیگر به دست بگیرید. اگر که این کتاب رو خونده باشید، میدونید که توی کتاب یه سازمان مخفی وجود داره به اسم VFD. ما وقتی که 15 سالم بود یه وبلاگ داشتیم به اسم VFD که همه بچه‌هایی که کتابو خونده بودن اونجا جمع می‌شدن، راجع به کتاب حرف می‌زدن، تئوریای توطئه‌شون رو میگفتن و بررسی می‌کردن که این کتاب میتونه چقدر واقعی باشه، چون به نظر ما لمونی استیکت نمیتونست این کتابو همینجوری رو هوا نوشته باشه. این کتاب برای ما خیلی جدی‌تر از یک کتاب تخیلی بود. یادمه که وقتی مدرسه میرفتم با خودکار مشکی علامت VFD رو روی قوزک پای چپم میکشیدم و هم حس جالبی میداد که من عضو این سازمانم. اما اگر که شما اون زمان عضو VFD بودین یا در آینده قراره بشین، به هم خبر بدین که همدیگه رو پیدا کنیم. یه نکته جالب دیگه‌ای که راجع به این کتاب وجود داره اینه که این کتاب هم سریال داره هم فیلم. اما به نظر من فیلم خیلی نتونسته وفادار به کتاب باشه. با اینکه بازیگرای خیلی خوبی توش بازی میکنن و نقش کنت اولاف و حتی جیم کری بازی میکنه، به نظر من نتونسته کتابو به خوبی منتقل بکنه قصهش رو، چون سینمایی هم هست و تایم کوتاهی داره. اما سریال خیلی خوب تونسته هم داستان رو منتقل بکنه و هم جواب بعضی سوالاتون رو بده. این یه چیزیه که به نظر من اگر که میخواین این کتابو بخونین یا کتابو خوندین، میتونین برین بهش بپردازین، فیلم و سریال رو ببینید که دیدنشون اصلا خالی از لطف نیست. و یه نکته دیگه‌ای که راجع به کتاب وجود داره اینه که این کتاب یک جلد 14 داره که البته در واقع 14مین کتاب نیست، اما پاسخیه به بعضی از سوالاتی که در طول خوندن کتاب براتون به وجود میاد که اسمش لمونی اسنیکت زندگی نامه تایید نشده است که این کتابه. این کتاب رو هم نشر ماهی منتشر کرده و فکر میکنم هنوز هم میتونید به نشر ماهی سفارشش بدید و بگیریدش ازش. کتاب جالبیه و اگر که شما 14 جلد دیگر رو 13 جلد دیگر رو خونده باشید، این جلد 14 میتونه حس جالبی بهتون بده. میگم جواب بعضی از سوالاتون رو میده و انگار که شما رو بخشی از یک سوسایتی مخبوف و مخفی میکنه که بقیه ازش خبر ندارن و کاملا هم کانسپت پرونده رو داره، یعنی شبیه کتاب نوشته یا چاپ نشده، انگار که شما دارید یک پرونده محرمانه رو میخونید و در جریان یک سیستم هستید. خب این خیلی حس جالبی بود برای من شخصا. و همین، اگر که شما کتابو خوندین یا میخواین بخونین به هم خبر بدین.